سلام بر شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. خیلی خوشحالم که در حدود کمتر از یک ساعت آینده در خدمت شما هستیم با پیک شادی. پنجشنبه که میشه یک ذوق و شوق دیگه‌ای هست در بین همه دستاندرکارهای پیک شادی، به خاطر اینکه میتونیم سلامی عرض کنیم به شما و تلاشی دوباره برای رسیدن به هدف پیک شادی که در هر برنامه تکرارش کردیم، یعنی آوردن خنده به لب‌ها و شادی به دل‌های شما عزیزان. و انشالله که شادی پایدار، اون جشن بزرگ، روز لبخند همه مردم ایران، این روز آزادی، هر چه زودتر فرا برسه. اما بپردازیم به برنامه هامون که اولیش خبر تو خبره. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عضوایی که همچین تو گل گیر کرده که با هیچ سیمبوکسولی بیرون بیا نیست. تو جنگ و دعوای سران سه قوه‌اش که نتونست آتش بس حاکم کنه، آتشباری متقابل ادامه داشت. از قطع کردن کنفرانس مطبوعاتی احمدی نژاد تا جوابهای مسخره احمدی نژاد به خبرنگارها که نشون میده که چقدر در ترمیم رابطش با عظما جدیه. پاسخهای خط در میان سکوت خنده. شما میذارید نگاه چند نقطه خنده، چند نقطه نگاه خنده، نگاه تکرار نگاه خنده است. حتی وقتی فرستادشون توی اتاق و در رو بستن که بگن آشتی شده، اینطوری نشستن روبروی همدیگه که هیچ کدوم چشش به اون یکی نیفته. تو این وضعیت قیام مردم اصفهان هم محکم خورد تو ملاج عظما و قبل از اتوبوسا ریش خامنه ای بود که توی تظاهرات آتیش میگیره. بچه‌ها خلاص کن درگیری به هم سر دیشه. وای میشا جان میسوزه خیلی میسوزه حالا همه جان فضاحت جنگ و دعوای مجلس هم که تمامی نداره. عالم بر تغییر مثل بهار بعضیا نمیچرخد. مجلس محل خواب نیست که نماینده بخوابد. دفتر نمایندگان هم قهوه خانه نیست که به هر کسی چای بدهیم. این شأن مجلس نیست که نفر در مجلس مخالف میگه خوابیده، خوابش بیاد به خونش بخوابد. ماراتون گفتگوهای کشکی و بی‌ثمر اتمی ادامه داشت. طبق معمول دور هم جمع شدن و بعد از یک مجموعه مذاکرات فشرده تصمیم گرفتن بعداً باز هم دور هم جمع بشن و مذاکرات فشرده بکنن. البته این دفعه یه قدم دیگه هم برداشتن. گفتن آخرای اسفند دوباره ملاقات میکنیم که تصمیم بگیریم تو فروردین دوباره ملاقات کنیم. افتضاح شکست مذاکرات رو هم حتی خود نظام هم نتونست بپوشونه. فقط آیت الله بی‌بی‌سی یه قاب دستمال کهنه عظما رو که این روزها بیکارتر هم شده آورد که بگه دستاورد بزرگ بعد از حدود 40 دور مذاکره این بود. گیجبازی جلیل موجی هم جزو دیدنی‌های ثابت مذاکرات شده. یه بار که از در اشتباهی رفت بیرون، یه بار داشت از پنجره میرفت بیرون که دستش رو گرفتن و نگهش داشتن. این دفعه هم داشت دنبال کاترین اشتون میرفت که بهش گفتن بابا تو نماینده نظامی و کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا. جیغ و داد اصلی عظما البته مثل همیشه از دست دشمن اصلیشه و نمیدونه چطوری به زبون بیاره. از جمله دوباره این آچار فرانسه وردست سعید امامی رو قل دادن تو استودیو. این دفعه به اسم دکتر و استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. البته طرف همون اول مصاحبه لو داد که چه لومپنیه. جهت اطلاع بینندگان آقای حیدری از نزدیک خیلی جذابتر و شیرین‌تر هستش. حرفی نداشتن جز اینکه مستقیم و غیر مستقیم بزنن تو سر خودشون. عرضه این که یه میهمان همتای خودمون رو دعوت کنیم از آمریکا، انگلستان، آلمان یا یه کشور دیگه بیاد نداریم. خیلی ساده.
و وقتی آقای دکتر حیدری میگه بیایم راجع به دیپلماسی عمومی صحبت بکنیم، نمیدونم راجع به چی باید بشینیم صحبت بکنیم. شاید آقای دکتر ایزدی بدون راجع به چی باید صحبت بکنیم، من که نمیدونم. ایزدی هم که دید اوضاع اینطوریه بحث رو ول کرد و رفت سراغ اومدن‌های سبک لاریجانی. هرچی کلمه انگلیسی بلد بود یا رو پاکت سیگار و قوطی شامپو دیده بود ریخ وسط. یک نهادی هستش در آمریکا به اسم US Advisory Commission on Public Diplomacy، اینفورم کردن، آگاهی رسانی، اینگیج کردن که مردم کشورهای دیگه چیکار بکنن، ساپورت کی US پالیسی. روابط بین المللی نظام خیلی فعاله. در برابر تحریم و انزوای بی سابقه با اتکا به دوستان قدرتمندش مشکلی نداره. مثلا این خانم وزیر کموری تو سفرهای مختلفش به اندازه یک هیئت دولت وزیر حساب میشه. به عنوان وزیر کشاورزی، بعد از اون هم به عنوان وزیر شیلات بود، بعد از اون هم به عنوان وزیر محیط زیست سفر داشتم، الانم به عنوان وزیر اشتغال و کارآفرینی هستم که این زمینه‌های همکاری رو بیشتر گسترش در زمینه آموزش فنی حرفه‌ای. بله، 4 وزیر با 1 بلیت. انگار به مجریای تیوی ریش گفتن هرچی وضع سیدعلی خرابتر میشه نمره جنگولک بازیشون رو باید ببرن بالا. به خاطر همین هفته‌ای نیست که نسبت به هفته قبل به رکوردهای جدید تو جنگولک بازی نرسن. مجدداً از دوستان بزن ماشاءالله پاوره نشد پرژکتور رفت. من عذرخواهی میکنم. نشد که بشه. گیلاسی برای همه اونهایی که گیلاس رو دوست دارن. این هفته دلقک نظام قرائتی رو هم وارد شغل تخصصی خودش کردن که هرچی تو توبره دلقک بازیش داره بریزه بیرون. بعضیا عاشقن، عاشقا همچینه گوش میدن. بعضیا مغرورن، مغرورا همچینه گوش میدن. انگار از دماغ فیل افتاده. بعضیا بی‌تفاوتن، بی‌تفاوت همچینه گوش میدن. بعضیا فراری هن، فراری همچی گوش میدن. میخواد در یه مدل دیگه مجری شوت هم دارن که در جفنگویی از مشتریای ثابت مشنگستانه، ولی خودش فروتنانه معتقده که تماشای گفتگوی دوزاریش میتونه مسیر زندگی مردم رو عوض کنه. شاهد گفتگوی ما بشین، شاید یه اصلاحی، شاید یه تغییر نگرشی توی مسیر زندگیتون با قدم زدن توی شهر ذهن اتفاق بیفته. البته SMS هایی که این شیخک به هم ریخته جلوی دوربین لو میده نشون میدن که ممکنه مسیر زندگی مردم چندان عوض نشده باشه. اجازه بدید من یه خواهشی از مردم داشته باشم. ببینید واقعا بعضی از پیامک‌ها مردم عزیزمون قابلیت طرح رو نداره. بله، قابلیت طرح تو رسانه من هفته گذشته بعد از برنامه که سوالات مردم رو جواب میدادم، واقعا بعضی سوالاتی بود که اصلا نمیشد در رسانه مطرح بشه. خواهشان ما رو هم اینقدر نفرین نکنید. یک کسی جناب کربل SMS زده که ان شاءالله HIV بگیرید. برای قسمت مشنگستان چند تا کاندید داریم. یکی این مجری تیوی ریشه که تو مقدمه پر آب و تابی که برای مصاحبهش میگه رکورد بیسوادی رو میشکنه و نشون میده که فرق مارشال تیتو رو با چیپس چیتوز نمیدونه. خب رسیدیم به میهمان ویژه‌ای که گفتم برای خود من این بخش بسیار مهمه. از کارهای ویژه و معروف ایشون مصاحبه با ژنرال دوگل، برای خیلی از ما تاریخه، با چیتو. شرکت کننده بعدی پاسخ معمای شکوفایی دو میدانی در نظام آخوندیه. رئیس فدراسیون دو میدانی نظام که به مناسبت دهه زجر مسابقات بین المللی را انداخته و خودش هم از پیشرفت ورزش دو میدانی در نظام خیلی راضیه. نسبت به دوره‌های قبل خیلی بهتر بوده. ظاهرا باید یوسین بولت و بقیه حساب کار خودشون رو بکنن، چون آقای رئیس فدراسیون رفته از ورزشکارهای زیبای اندام و وزنه برداری برای دو میدانی آورده. فکر کرده رقابت دیگه هرچی قوی‌تر بهتر. مسابقات بین‌المللی شرکت کردیم. اولین مسابقاتیم است. زیبای اندام یا وزن برداری باش هم کار میکردم و خوشبختانه به تیم ملی رفتم. شرکت کنندگان بعدی قسمت مشنگستان هم به صورت تیمی وارد عمل شدن. یک گروهی است که با ارائه سطح جدیدی از کار هنری قصد جذب ملیت‌های مختلف رو دارن. سلام سلام بچه‌ها، چطور حالش؟
موزیک تاثیرگذار جان ویلیامزی به علاوه حرکات تکان دهنده و شعر پرمحتوایی که ظاهراً از گوشه کتاب جغرافیای اول راهنمایی کپی کردن قطعاً باعث جذب مخاطبان میلیونی میشه. سلام سلام بچه‌ها، چطور حال شما؟ جمعه به جمعه اومد به دیدن شما. سلام به روی شما، دلامون پر میزنه همیشه سوی شما. در پایان توجه شما را به یک قطعه بنایی مدرن جلب می‌کنیم.